مستر، مسز، مز، مس چه فرقی دارن؟ بیا یک بار برای همیشه پروندهش رو ببند بذار کنار. به اینا میگیم تایتل یا جمعشون تایتلز، عنوانی که طرف رو صدا میکنه. مستر رو ساب کن آخرش میگم خیلی باحاله. مسز خانومیه که ازدواج کرده و با فامیلی شوهرش صداش میکنیم. مز نمیدونیم ازدواج کرده یا نه، یا اینکه خودش دوست نداره با فامیلی شوهرش صدا کنه، میگه با فامیلی خودم صدا میکنه، پس میشه مز. میس مجرد میس. حالا قبل از اینکه این مستر رو بهت بگم اینجا نگاه کن. ما میگیم آقا پیمان، آقا سام، اما تو انگلیسی نداریم همچین چیزی رو. حتما باید بگیم مستر سام نظاری یا مستر نظاری. هیچ وقت با اسم کوچیک تنها استفادهش نه. بریم سر مستر. مجرد باشی مستری آقا، متأهل باشی بازم مستری. یعنی چی؟ ما همون آقایی بودیم که هستیم. آره بابا جون. داشتم تا کی باشم میخوام دیگه نگلش بشم.